وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. جناب وزیر صاحب محترم تجارت پروفسور عمر بولاد و دیگر مسئولین جمهوری ترکیه و جناب محترم دکتر عطابک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، مسئولین سازمان‌های منطقوی و جهانی، حضار گرامی و همه ایتان، اول از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و جناب والی صاحب، گورنر صاحب همچنان از استانبول تشریف داشتن، فکر میکنم رفتن و ایشان همچنان سلام‌های گرم خود تقدیم میکنم. مایه خرسندی است که برای دومین بار پیاپی در این برنامه مهم و بزرگ اشتراک می‌نماییم. در آغاز لازم می‌دانم از دعوت و میزبانی گرم کشور دوست و برادر ترکیه و برگزاری با شکوه دهمین دور نمایشگاه حلال 2025 استانبول تشکری و سپاسگزاری نمایم. نمایشگاه سالانه حلال استانبول فرصت ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و دستاوردهای صنعت تجارت و محصولات حلال نه تنها برای کشورهای اسلامی بلکه برای تمامی کشورهایی است که علاقمند مشارکت در این برنامه می‌باشند. افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی و پابند به معیارهای صنعت و تجارت حلال همواره مشتاق حضور در چنین برنامه‌ها بوده و هیئات متشکل از مسئولان امارت اسلامی و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان در این دور نمایشگاه نیز اشتراک نموده است. حضار گرامی، امارت اسلامی افغانستان با داشتن پالیسی‌های اقتصاد محور و ایجاد و تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی مؤثر با کشورهای همسایه، منطقه و جهان از طریق اقتصاد اسلامی و تجارت حلال تلاش می‌ورزد تا سکتور زراعت را تقویت، زیر ساختها را توسعه، صنایع داخلی را حمایت، ثبات مالی را حفظ و تشویق به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نموده تا نفع تمامی جوانب در آن مشروط باشد. با توجه به حمایت سکتور خصوصی، توسعه قوانین نافذه امارت اسلامی افغانستان، موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی افغانستان، موجودیت مواد خام، داشتن نیروی بشری جوان، دسترسی آسان به بازارهای آسیای مرکزی و جنوبی و فضای مسئول و مطمئن امنیتی، زمینه‌های مناسب را برای فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی در بخش‌های معدن، صنعت، تجارت، زراعت، صحت و ترانسپورت، انرژی و برق، ساختمانی و سیاحت فراهم نموده تا همه سرمایه‌گذاران، تجاران و صنعتکاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر بتوانند در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند. حضار گرامی، افغانستان و ترکیه به عنوان دو کشور مسلمان و برادر در طول تاریخ همواره از روابط نیک و دوستانه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار بودند. بدون تردید امارت اسلامی افغانستان خواهان تقویت و گسترش این روابط از طریق توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و سکتورهای مختلف و نوین میباشد. هدف اشتراک هیئت افغانستان در این برنامه ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و ترکیه و منطقه معرفی محصولات و تولیدات و خدمات حلال افغانستان به بازارهای جهانی و
و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مخصوصاً کشور دوست و برادر ترکیه و افغانستان می باشد. افغانستان با برخورداری از محصولات ارگانیک زراعتی مانند میوه‌های تازه و خشک، گیاه‌های دارویی، زعفران، پنبه و نیز منابع ارزشمند معدنی از جمله زغال‌سنگ، سر، آهن و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی خواهان گسترش و تقویت روابط تجارتی با کشور دوست و برادر ترکیه، سایر کشورهای منطقه و جهان می باشد. امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد حجم تجارت دوجانبه با جمهوری ترکیه را افزایش دهد. بر همین اساس از اهمیت بلندرتبه جمهوری ترکیه دعوت به عمل می آورم تا با نمایندگی از دولت و همچنان با حضور گسترش سکتور خصوصی این کشور به افغانستان سفر نموده و در یک نمایشگاه و همایش بزرگ بسترهای سرمایه گذاری در افغانستان را مورد مشاهده قرار داده و محصولات تولیدات خویش را به نمایش می‌گذارد. تأکید می‌نمایم که این نمایشگاه حلال زمینه مناسبی را فراهم ساخته است تا با استفاده از آن نشست‌های دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه میان کشورهای همسایه و منطقه و منظور تسهیل تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری برگزار گردد. از ابتکار برگزاری این برنامه حمایت نموده و برای تمام اشتراک کنندگان موفقیت‌های مزید آرزو می‌نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و من الله التوفیق. جزاکم الله.